بچه‌ام، اگر من بمیرم به نامم خیر و احسان میکنی؟ ها؟ دسترخوان هم میکشایی؟ به مردم ضیافت میدی؟ البته. در دسترخوان چی ها میمونی؟ تمامی نوز نعمت را. گاه هم میکشی؟ گوشت میمونی؟ برای چی چون این سوال؟ البته. و من هم احسان میکنی؟ به من هم میدهی؟ ها؟ البته. اگر در حقیقت به من خیر کردنی باشی، مردنم را انتظار مشو. این است خطاگی اکثر فرزندها. در زنده بودنشان پروا ندارند، بعد از سرشان بی حساب. نگوید که برادرم میکند. این وظیفه همه فرزندان است. و یا برادر خردی در خانه است، وظیفه اوست. بیدار شوید.